به نام خدا، من سید حسین حسینی هستم. قسمت اول دوره نویسندگی. خب، در قسمت اول نصب ورد و کار با آن. ورد مجموعه آفیس حساب میشه، جزء مجموعه آفیس. نسخه وردی که من ازش استفاده میکنم ورد 2017 است فکر کنم. حالا نسخه ورد زیاد مهم نیست، یا میتونید جدا بنویسید ورد، میاره براتون. حالا موبایل میتونید بنویسید ورد کامپیوتر، یا میزنید مجموعه آفیس. نسخهش زیاد اهمیت نداره، هر چقدر نسخه بیشتر بهتر. مجموعه آفیس اینان دیگه، ورد هم شاملشونه. مجموعه آفیس یه ورد هم حالا شاملشونه. ما بقیه اینا خیلی مهمن، اما ورد مهمترینشونه. حالا من مجموعه آفیس رو من نصب کردم، شما پیشنهاد بهتون میکنم مجموعه آفیس رو نصب کنید. اینجا منوی ورد میبینید، اینجا میتونیم از اونا که زیاد با اینا کار نداره. اینجا پروژهاتون یه هوم، این مهمه. میخواین به چیزی بنویسید، این ورد فقط برای نوشتن نقاشی. آفیس برنامه نقاشی هم داره، مجموعه آفیس دیگه. خب این اندازه قلم ماست، تا میتونین قلم رو 72 ببریم، بزرگترین قلم، یا میتونین پایین ترین قلممون فکر کنم 8 داره. من قلم 18 رو مناسب میدونم برای نویسندگی. حالا بیشتر توضیح میدیم. این هم بخش فکر کنم نوع خطشه. آره، این نوع خط قلممونه، این هم نوع خطه. اینجا که این پاکن و خط و ایناست. اینجا میخوایم عکس وارد کنیم و میخوایم عکس وارد نکنیم. مثلا من یه نمونه دارم، یه لحظه. اینجا من یه نمونه دارم، اینا میبینید این عکس ها رو وارد ورد کردیم. مثلا این ورد قابلیت وارد کردن عکس هم داره. قابلیت وارد کردن فیلم رو فکر کنم نداشته باشه، اما نمیدونم، اطلاعی ندارم. این هم قابلیت های دیگرش که مال ما تو نویسندگی با هیچ کدوم اینا یعنی کار نه. این هم ارتباطه. کار اصلی ما با این بخشه، تو نویسندگی کار اصلی ما با همین بخشه، همین فقط مهمه. حالا اینم فعلا به عنوان قسمت اول کافی است دیگه، بیشتر از این نیازی نداریم به عنوان قسمت اول. ولی در قسمت بعدی که فکر کنم نکاته، یه لحظه، بله، نکات نویسندگی، چند نکات درباره نویسندگی میگیم. قسمت نویسندگی کلا زیاد نیستن، شاید هر قسمت 2 دقیقه 3 دقیقه باشه. خدا قوت، خدا نگهدار.